عنوان دومی بحث امروزی ما موقعیت جغرافیایی افغانستان است. قسم که به شما معروف است میدانم، فقط کوتاه عرض میکنم که انقطاع در بحث نیاید. افغانستان 6,52,225 کیلومتر مربع جغرافیای امروزیش است که از نگاه مساحت 40مین کشور جهان از نگاه مساحت به شمار میاره و در مرکز آسیا در چهارراه آسیا قرار دارد. و به همین دلیل در چهارراه آسیا قرار داشتن یکی از مصیبت‌های تاریخ افغانستان است و اکثر محققین را یاد میکنن و میگن که یکی از دلایلی است که امپراتورها جهانگشایا که از شرق به غرب میرفتن، از غرب به شرق میرفتن، از شمال به جنوب میرفتن، از این چهارراه تقاطع باید تیر میشدن. که اگر مختصر مثلا کسانی که از این سرزمین تیر شدن، اسکندر، چنگیز، باز از طرفی شمال قبل از اینم هونگای سفید که باز در تاریخی را میخوانیم که از شمال افغانستان میومدن از چهارراه تیر میشدن به خاطر فتوحات میرفتن و بعدش هم تیمور به عنوان یک امپراتور و جهانگشا، اینها کاملا از چهارراه افغانستان همیشه گذشتن رفتن و در تاریخ معاصر هم افغانستان خط حائل سیاسی میان شرقی یا اتحاد جماهیر شوروی وقت و روسیه تزاری و انگلیس بود و همین خاطر این همیشه چهارراه بوده و تا حالا هم چهارراه باقی مانده. امروز هم کشورهای همسایه ما که طمع دارن به دسترسی به منابع اقتصادی آسیای میانه، افغانستان پامال میکنن و مشکل برش خلق میکنن و از استقرار جلوگیری میکنن که یک پلی باشه بدون مزاحمت برای از اونها. دیگه این موقعیت جغرافی افغانستان است. دیگه مرزهای افغانستان هم بسیار خلاصه برای اشاره میکنیم که این را همگی میدانید، در کتاب‌های تاریخ هم است، ابتدایی مسائل ابتدایی است، ولی ضرور است 1700 کیلومتر مرز افغانستان در شمال از پامیر شروع می شود تا دهنه ذوالفقار که در ولسوالی گلران هرات امروزی است تا دهنه ذوالفقار 1700 کیلومتر که شامل مرزها میان 70 کیلومتر شامل چین می شود، باقی از این شامل تاجیکستان، شامل ازبکستان و شامل ترکمنستان است که مرزهای شمالی به طرف جنوبی افغانستان است که امتداد دارد. و در غرب افغانستان فقط از زمین دهنه ذوالفقار که در گلران هرات است از اینجا شروع می شود تا ملک سیاکو در زابل. به یک روایت 880 چند کیلومتر، 845 کیلومتر و 800 میگم براتون را فاصله 945 کیلومتر به ایران هم مرز است که مرزی مابین ایران و افغانستان خو یک بحث داره که را باز در جریان بحث براتون میگم، کمی اختلافی است که 800 چند کیلومتر مرز است یا 945 کیلومتر. خب فعلا 945 کیلومتر مرز رسمی و شناخته شده ما به ایران داریم. دیگه در جنوب و شرق ما 2240 کیلومتر مرز با پاکستان داریم که حاکمیت‌های فعلی افغانستان را برای خطی فرضی دور یاد میکنن و در منابع رسمی و تقسیمات کشوری در ملل متحد اینها به نام مرز افغانستان یا خط دور یاد میکنن که اونجا هست. دیگه این مرزهای افغانستان است که این مرزها چطور تشکیل شده تا عنوان سوم این را میگیم. این براتون بسیار جالب است، ان شاء الله یک چیزی نو برای شما خواهد بود. نفوس افغانستان بر اساس سرشماری آخرین سرشماری حدسی و گمانی، یعنی سرشماری دقیق نبود، در زمان داود خان صورت گرفته، میگفتن 15 تا 17 میلیون نفوس است که غالبا دقیق نیست و با بسیار مناطق افغانستان دوردست و چی بر اساس حدس و گمان تخمین زده شده و او را قبول ندارم. اما امروزه بنا با تخمینات ملل متحد، مؤسساتی که در افغانستان در 20 سال اخیر بودن و در تمام جریانات جنگ بودن، اینا خود نفوس سرشماری دارن، با اساس کمکایی که میکنن اینا تخمین میزنن که نفوس افغانستان بین 40 تا 43 میلیون نفوس است که این هم تخمینی است، یعنی تفاوت کمی داره، خود در همین حدود نفوس افغانستان است. خب اینجا مسئله بسیار مهمی که در افغانستان همیشه در جغرافیای افغانستان مطرح میشه مسئله کوههای افغانستان است که افغانستان یک سرزمین کوهستانی است. یک اشاره ایرم به کوهها و کوههای مشهور افغانستان، چه کوههایی که ما را با کشورهای همسایه ما هستن جدا میکنه و چه کوههایی که در داخل افغانستان است. از نظر جغرافیا و علم جغرافیا بسیار مهم است که با بحثی ما نیست در تاریخ کوهشناسی، ولی یک معرفی کوهها را میکنیم. اول سلسله کوههای هندوکش است که هندوکش و امتداد غربی آن تا کوه بابا، سیاکو و سفیدکو است که کشور
همین داخل از شروع خود افغانستان، داخل افغانستان، از پامیر شروع کوه هندوکش تا امتداد غربی و تا کوی بابا سفید کو که همین کشور به دو بخش شرق و غرب نامساوی تقسیم کرده، یعنی وسط افتیده ولی نامساوی تقسیم کرده که بخش جنوبی ازی یا بخش غربی ازی کمتر است و بخش شمالی ازی بیشتر است. بخش مرکزی دیگه کوی سپینغر است از کوههای مشهور افغانستان، کوی سلیمان و کوی خواجه عمران که سه کوه خط فاصل مابین مرزی افغانستان و کشور افغانستان است. بیشترش سوم کوههای پغون و گلکوه است که در داخل خود افغانستان است. کوه ها مرز نمی داشته باشه، از شمال شرقی شروع و به جنوب غرب امتداد داره. این کوه ها در داخل افغانستان. همچنان سرزمین نورستان و سرزمین بدخشان که در دو طرفی ابتداهای کوی پامیر افتیده یا هندوکش افتیده، این مناطق است که در داخل خودش همش کوهستانی و پوشیده از کوه ها و قله هاست. در دامنه یکی از با وجود یعنی مشکل بودن و غیر اقتصادی بودن کوهستانی بودن یک سرزمین، فایده کوه ها در سرزمین می باشه که در جلگه ها یا راغه ها یا مراتی در دامنه کوه ها می باشه که مردم اونجا زندگی میکنن، از او استفاده میکنن، از 4 فصلی از او، فصل بهار و تابستان و تیر ماه و زمستان، و سببی امو زندگی بومی یا اقتصادی بومی مردم بشود که مردم در این سرزمین ها زندگی میکنن. خب یک خلاصه اشاره به کوههای افغانستان است. دیگه آبهای افغانستان بسیار در جغرافی افغانستان امروز مهم است که دریای کوکچه، سرخاب، بلخاب و مرغاب. این دریاها در شمال افغانستان، مرغاب در بادغیس است. خود دریای کوکچه و سرخاب و بلخاب اینها مشهور است. یعنی مرغاب در بادغیس است بیشترین قسمتش، که اینها کوهایی هستند که در شمال افغانستان اینا واقع است. دیگه هریرود و فرارود در غرب افغانستان واقع است. دریای هلمند و ارغنداب در جنوب افغانستان واقع است و دریای کابل و کنر در شرق افغانستان واقع است. خب ما در این مثلا نمی بچون، ولی چشم دید خودی من میسته که دریای کنر اصلش از یک منطقه چترال پاکستان میاد و با داخل خاک کنر میشود. خود دریای کابل سابق بسیار خروشان بوده و آبی زیادی داشته، آلی آب مصرف میشود، زیاد به چی نمیرسه. خود در یک منطقه آب لوگر و از این طرف آبهای شمالی کابل که از پروان، از کاپیسا، از پنشیر اینا سرازر میشن به دریای سروبی میرون و باز دریای کابل تشکیل میدن که میره به طرفی پاکستان. این دریاها رودخانه‌های مشهور افغانستان است. خب عنوان سوم ما که همین مرزهای افغانستان چگونه تشکیل شده. قسمی که ما گفتم 815 کیلومتر یا 945 کیلومتر مرز مشترک ما با ایران داریم که بعد از دوباره پس گرفتن هرات از دستی ایرانی ها که دولت مرکزی افغانستان در زمان احمدشاه بابا تشکیل شد و بازی خو خیلی وسعت داشت، بعداً این دولت کوچک شده رفت. یک بحثی است که در جریان بیان مسائل تاریخی را براتون خدمتتون عرض میکنم. خب بالاخره در زمان اولاده از اونها، این زمان عبدالرحمن خان، اینا که مرزهای فعلی افغانستان تشکیل شده، اول دولت انگلیس که افغانستان در وقت تحت حمایه انگلیس بود و مستعمره بود، یعنی استقلال نداشت، اونجا با پایان دادن یعنی اختلافات مریض تا او وقت مرزهای افغانستان ایران مشخص نبود. به خاطر پایان دادن به این مرز در 1890 میلادی یا 1269 شمسی جنرال مک لین و کلینل مک ماهون نه این برطانوی مأمور کرد که مرزهای افغانستان رو به ایران اینا تعیین بکنن که مکملین 165 کیلومتر مرزی بخشای شمالی را که از دشت هشتادان میان ولایت هران تا ولایت خراسان ایران چه میشه 165 کیلومتر تعیین کرد در ظرف یک سال و کلینل مکموهان 275 کیلومتر مرز جنوبی را میان ولایت سیستان ایران و ولایت نیمروز افغانستان تعیین کردند. اما باز با تدریج دیگه این مرزها مورد اختلاف بود و همیشه دعوا بود که کجا مرز افغانستان و کجا مرز ایران است
در 16 هوتی سال 1312 هجری شمسی یک قرارداد میان محمد تقی خان اسفندیاری سفیر کبیر ایران در کابل و فیض محمد خان وزیر امور خارجه افغانستان امضا شد که حل اختلافات و تهدید کاملی مرزی میان دو کشور اینا در این قرارداد امضا کردند. بعدش هم دولت همون وقت افغانستان و دولت ایران دولت ترکیه را اختیار دادند که برای تعیین مرزی افغانستان و ایران به حیث یک طرف ثالث به طرف مرزها را تعیین بکنه یا یک نماینده تعیین بکنه. برای مثلا که باز ترکا به نام جنرال فخرالدین آلتای به عنوان حکم معرفی کردن، قاضی حکم در میان تعیین دو مرز، که او در سال 1307 یعنی 1928 هنگام سفر امان الله خان که همراه خانمش که به ترکیه کرده بودند در اونجا ایره خواستن از اونها و این جنرال تعیین شد برای حکمیت میان مرزهای افغانستان و مرزهای ایران که در سال 1314 باز بعد از مطالعه جنرال آلتای مرزهای افغانستان و ایران بعد از حکمیت فیصله مابین دو کشور اعلان کرد که همین مرزهای امروزی افغانستان است. دیگه مرز جنجالی ما و مرز درازی ما که 2420 کیلومتر گفتم اگه اشتباه نکنم میان پاکستان و ایران است که به نام مرز دوریند یا خط فرضی دوریند یاد میشود. حاکمان ما همیشه این خط فرضی دوریند میگیرن ولی در جوامع بین‌المللی را به عنوان مرز میدانند که او توسط هنری مورتیمر که رئیس امور خارجه هند بریتانوی و رئیس هیئت مذاکره‌کننده از طرف حکومت هند بود در اواخر سپتامبر 1893 با امیر عبدالرحمن خان یک توافقنامه را امضا کرد که مرزهای شرقی و جنوبی افغانستان را با هند بریتانوی و وقت پاکستان وجود نداشت تعیین بکنند.